ازبکستان برای انتقال تجهیزات و مسائل ساختمانی مورد نیازی نیروگاه برقی آبی روغون از قلمرو این کشور مانع تراشی نمی‌کند. با گزارش اوستا، بهرام شادیف معاون شرکت دولتی راه آهنی تاجیکستان در نشست خبری اخیر خود در دوشنبه گفته است که حکومت ازبکستان که سالها قبل برای استفاده از قلمرو کشورش به منظور ادامه ساخت نیروگاه برقی آبی روغون مانع تراشی می‌کرد، اکنون از این کار دست برداشته است. و افزود اگر مشکل در عبور قطارهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان به میان آید، صرفاً جنبه فنی دارد که به تکمیل نبودن حجت‌های ضروری گمرکی وابستگی دارد. این در حالی است که ازبکستان در سال 2010 با هدف جلوگیری از انتقال تجهیزات و مسائل ساختمانی برای نیروگاه روغون بخش از راه آهن مشترک میان این کشور با جنوب تاجیکستان را در نزدیکی شهر ترمیز تخریب کرد و تا به حال نیز اجازه بازسازی این قطعه از راه را نداده است. دولت ازبکستان که در دوران شوروی طرح ساخت نیروگاه برقی آبی روغون را در پژوهشگاه آب و انرژی خود تهیه و ارائه کرده بود، پس از فروپاشی شوروی و کسب استقلال مدعی شد. تکمیل این نیروگاه پیامدهای سنگین برای شرایط زیست محیطی منطقه دارد. این ادعا در حالی است که بانک جهانی پس از انجام تحقیقات کارشناسی درباره مشخصات فنی و پیامدهای زیست محیطی این نیروگاه در تابستان سال 2014 اعلام کرد تکمیل این طرح امکان پذیر است.